کاتالیزور ساندرو بود که نه راه میرفت نه گاز میخورد این ماشین. اتومات با گیربکس آیل 4. کاتالیزور این ماشین این حال و روزش شده. این کاتالیزور باید 2 برابر یا 3 برابر این باشه، نصفش که اصلا نبود. این فکر کنم 1/3 کاتالیزوره که ما الان خالیش کردیم. یه جای سالم نداره. حالا اونایی که میگن آقا این کاتالیزور جزء شاسی ماشینه، جایی میری دست بهش نزنن ندوزن طلا توشه، حواستون باشه خالیش نکنن. خب این عیب و ایراد داره دیگه. این الان یه گیری باکس میسوزونه 40-50 میلیون، یه موتور هم میسوزونه 50-60 میلیون، 100 و خورده ای. تازه باز این مجدد تکرار میشه. تا این کاتالیزور تو این ماشین باشه این تکرار میشه.